این عزیزان که اینجا میبینیم صدای ایشون ها بود و 31 فروردین ساعت 5:45 منطقه زربنجان اصفهان، این کوه انرژی هسته‌ای ساعت 5:30 صبح صدای انفجار 3 تیر اومد. هیچ خبری نبود، صدا پدافند دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که اینجا میبینیم صدای ایشون ها بود و اونجا امون هیچ خبری نیست. حداقل توی منطقه که ما هستیم نه جای خورد نه جای آسیب دید، هیچ. این عزیزان که اینجا میبینیم صدای ایشون ها بود و اونجا امون هیچ خبری نیست. حداقل توی منطقه که ما هستیم. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.